سلام بچه‌ها، چطوری؟ من پویانم. ما خیلی خوش اومد به این ویدیوی جدید. امروز اومدیم سراغ یه ویدیو ماینکرافتی، ولی موضوعش هم که همون نوپروگاد و هکر و ایناست که قطعا توی تایتل و تامنیل فهمیدید. ولی امروز اومدیم سراغ یه شخصیت پرطرفدار و دوست داشتنی، مخصوصا واسه من که فیلمش هم حتی تازه اومده. شخصیتی نیست جز الان سلاح قدرتمندش رو صدا میکنم بیاد. اومد سرخ، درست حد سرخ دیگه. میخواستین اشتباه حدس بزنید دیگه وقتی این اومد. سرخ قراره بریم تو ماینکرافت ببینیم که چجوری میسازن و ساخته شدنش رو ببینیم و کلی کیف کنیم، کلی لذت ببرید دیگه. فیلمش هم تازه اومده، 2-3 روز فیلمش اومده. فیلم خیلی خفن و خنده‌دار و غمگین و عالی بود به نظرم. پرفکت، فوق العاده و آدمو جذب میکنه به فیلم و خیلی منتظر میذاره واسه فصل بعد. حالا از این چیزا بگذریم، قبل از این بریم سراغ ویدیو، لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. آپاراتو حتما دنبال کنید که سریع بشیم 2000 تا سوشال میدیا همه تو دیسکریپشن هست، میتونید برید فالوشون کنید. بدون معطلی let's do this. خب آقا، امروز پر انرژی اومدیم سراغ کار و بریم که ببینیم چی میشه. داره شخصیت سورو میسازه. الان اولش نوبه دیگه، کاملش من پیدا نکردم، همین نصفش بود. ویدیو هم تازه منتشر شده، وجود 3 روزه. خب این نوبش با هم چک کنیم. خب خفنه و خب در حد نوبی، بازم میگم در حد نوب بودن خیلی کار قویه. من همین رو نمیتونم درست کنم. پودکشم که ببینید، بذار پودکشو بیارم جوان ببینید. این پروه بچه، این پودکش خودم درست کردم اگه بمیرید الان تو تصویر با تمام جزئیات. دارم تورش هم درست میکنم. حتما اگه تورش رو دارم درست میکنم، درستش کردم تمام شد تو ویدیو بهتون نشون میدم. این پروشه. خب پرو هم خوبه، ولی خب میتونست بهتر باشه پرو، چون شخصیت های دیگه ما پروش رو دیدیم خیلی خفن تر بود، ولی خب به اصطلاح این پروش خود ضعیفه. اون ربات داره چیکار میکنه؟ این هکر قطعا باید خیلی قوی تر باشه دیگه، چون نوب پرو زیاد چیزی واسه نشون دادن نداشتم، ولی خب هکر باید خفن باشه. خفنه آره. منتها خب صورتش رو خورده بد ساخته. صورتش صورتیه، ولی خب مثلا باید رنگ صورت خودش میساخت، ولی باز خوبه دیگه. یعنی ولی خب چیزای دیگه مثل لباس و پودکش و اینا خیلی خفنه و عالیه، اصلا بی‌نظیره. مخصوصا اون بند پودکش و اینا خیلی خفنه. بریم واسه بعدی. هکرم خفن بود. حالا گاد ببینیم چی میشه. یه نکته هم بهتون میگم دوستان، این ویدیوش واسه 3 ساعت پیشه، فکر کنم گفتم 3 ساعت پیش منتشر شده. من سریع رفتم ببینم. فیلم سورم امروز دیدم، حتما پیشنهاد میکنم برید فیلمشو ببینید. ببینیم سور. Oh my god! What the hell! خدایا خیلی گاده، خیلی عالیه، خیلی خوبه. حتما نظرتون تو کامنت بگید. خیلی خفنه دیگه. رسما خود سور ساخت، یعنی خود عکسش ساخت. و اینم لباس جدیدشه دیگه تو سور لاو اند تاندر که حتما برید فیلمش ببینید. این لباس جدیدشه و خیلی خفنه، عالیه. بی‌نظیر عالیه، فوق العاده خفن. دیدید واقعا؟ یه داره حرف میزنه و بزنیم آقا اینشو ببینیم کامل. واقعا یعنی واقعا عالیه. حتما نظرتو تو کامنت بگید. گاد با اختلاف بسیار زیاد اول گاد، بعد هکر، بعدش هم پرو نوب دیگه، همون ترتیب اصلیش. واقعا چیز خفن و قویه، واقعا عالی بود.
خب امیدوارم که لذت برده باشید و به من که خیلی حال داد. همونطور که گفتم گاد با اختلاف اول مثل همیشه و امیدوارم که لذت برده باشید. لایک کنید، سابسکرایب فراموش نشه. سوشال میدیا توی دیسکریپشن هست، حتما فالوش کنید، مخصوصا آپارات که 2000 تایی سری بریم بشین، نزدیک 1500 تایی شدنمونه، یعنی 20 تا مونده که بشیم 1500 تایی. مرسی که خیلی ما حمایت میکنید، یعنی واقعا ازتون ممنونم و بی‌نظیرید شما. گفتم که اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید حتما و کامنت بذارید که دوست داشتین شما هم مثل من. و یه پارت دیگه هم هست ازش میذارم که اونم واسه تازگیاست، یعنی اونم تازه امروز منتشر شده. گفتم که 2 پارت بذارم ازش و میرم تو خیلی گوه تا ویدیو بعد. فعلا پیس اوت.